درود فراوان خدمت همراهان و دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد پک اکونومیکی که استوری کرده بودیم روزهای پیش برای شما یه توضیح کاملتری بدم بنا به درخواست دوستانمون. این سیستم شامل گرمایش روتیشنال سپاس آتش مستقیم و مستقل برای گرمایش استخر، مثل همون سیستم های استیلی که داشتیم. تفاوتش اینه که فایر تیوب این از جنس گالوانیزه هست با همون راندمانی که قبلا داشتیم توی دیگ های استیل. فیلترشنی فایبرگلاس اون هست. این پک اشاره میکنم تا 60 متر مکعب استخرهای روبسته و 40 متر مکعب استخر روباز هست. علاوه بر این فیلترشنی و سیستم گرمایشمون یک کلورزن خطی داریم 4 کیلویی برای ضد عفونی و یه دستگاه سختی زدای لناکس اون مگا مگنت که مانع چسبندگی رسوب و آب به داخل سیستم گرمایش و لوله اتصالاتمون میشه. این پک همون پک 48 میلیون تومانی هست. دوستان تاکید میکنم شامل گرمایش، فیلترشنی و کلورزن خطی و سختگیر لناکسمون هست. خب اینها چون تولید خودمون هست و تولید شرکت میراب هست رو ما قیمت دادیم و معرفی کردیم. شما در این سیستم نیاز به یه پمپ تصفیه داریم و یک مشعل که اگر بخواید از ما تهیه بکنید، من یک پمپ آکوسترانگ 2 اسب خدمتتون تقدیم میکنم و یک مشعل رام 25 ایران رادیوسور. فول پک این سیستم رو که ملاحظه میفرمایید با قیمت فقط 78 میلیون و 800 من تقدیم شما دوستان عزیز میکنم. جهت سفارش و یا مشاوره با دایرکت ارتباط برقرار کنید. سپاسگزارم.